برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوندی بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. سلام و درود با شمایان تماشابینان عزیز گرامی و ارجمند ما. خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. شوکتی محمد با شما هستم و امروز در برنامه ما درباره رشوه در ساحه معارف صحبت میکنیم. یادتان باشد هفته گذشته ما در برنامه دیدگاه درباره رشوه صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که این صحبت مقدماتی است. حتما ما درباره رشوه بیشتر صحبت خواهیم کرد. چرا ما پیش از همه رشوه و فساد در ساحه معارف امروز صحبت میکنیم. در رفت برنامه خواهید دانست. امیدوارم برنامه امروزه به یکایک شما پسند خواهد آمد. برای همین هم لایک را پخش کنید و اگر به شبکه یوتیوبی ما آبونه نیستید لطفاً آبونه شوید، پشیمان نخواهید شد. این برنامه ما این هم نگفته نماند که در تلویزیون ماهواره پیام تیوی و رادیوی پیام نیز پخش خواهد شد. فساد و رشوه‌خواری هرچند رشوه‌خواران را، پاره‌خوران را ثروتمند می‌سازد، ضررش صدها برابر بیشتر از ثروتی است که پاره‌خوران و رشوه‌خواران جمع می‌کنند. هر پاره‌خور نه کمتر از 100 مراتبه پاره گرفته‌اش به کشور و ملتش ضرر می‌رساند. چه خیل؟ حالا در رفت برنامه خواهید دانست. در برنامه گذشته که مقدموی بود گفته بودیم که یگانه راهی رسیدن به قدرت در تاجیکستان نه انتخابات مثل کشورهای پیشرفته و دموکراتی و نه جنگ مثل افغانستان است، بلکه تنها راه رسیدن به قدرت در تاجیکستان این رشوه است. پاره میدهی، منصب را میخری. در همین باره نظرهای کوتاه هم از دو کارشناس، یکی دینی و دیگری سیاسی آورده بودیم و شما شنیده بودید. اگر نشنیده بودید خواهش میکنم برنامه دیدگاه هفته گذشته را تماشا کنید. ما امروز تصمیم گرفتیم برای درک بیشتری ضررهای رشوه مثالهای واقعی هم بیاوریم و نشان بدهیم که رشوه ساحه‌های گوناگون دولتداری را از کجا به کجا میکشد. ما امروز درباره رشوه در ساحه معارف صحبت میکنیم و مثال ها میبیاریم. چرا محض این ساحه را اولین شده ما انتخاب کردیم؟ چرا؟ تماشابینان عزیز، 3 سبب دارد. 3 سبب. یکم، معارف مهمترین ساحه هر دولت و کشور است. دوم، رهبر قبلی وزارت معارف از معروفترین وزیران تاجیکستان است و همه مردم او را میشناسند. چگونه مشهور شدگی است؟ باز گام میزنیم. هر شهروند ارتباط مستقیمی همیشگی با ساحه معارف دارد و در جریان فعالیت آن است. ببینید، وقتی از یکی از سروزیران کشور ژاپن سبب پیشرفت کشورش در مدت کوتاه را میپرسند، در پاسخ میگوید که ما به معلمان معاش در سطح وزیر، حمایت در سطح دیپلمات ها و احترام در سطح امپراتور را داده ایم. فهمده شدید؟ گپی سروزیر را برای چی ژاپن پیش رفت؟ پاسخ سروزیر تمام شد. همین قدر کوتاه جواب داد. یعنی اگر این سبب یگانه پیشرفت معجزه‌ناک ژاپن هم نباشد،
حداقل سبب اساسیش است. چیزهایی که سروزیر نامبر کرد. طبیعی است که طبق منطق معاش سطح فراش و حتی کمتر از آن به حقوقی و به حمایتی از همه جانب با پایان ترین سطح رساندن جایگاه و اعتبار و در نتیجه احترام معلم کاملا نتیجه برعکس میدهد. چی نتیجه میدهد؟ رکودی با سرعت کشور در همه ساحه ها، سر از تکنولوژی تا فرهنگ خودشناسان. یعنی به همین بطلاق عقب ماندگی غوطیده رفتن میگیرد. همین که معلم آبرو ندارد، عزت ندارد، حرمت ندارد، اعتبار ندارد. در جامعه ای که معلم آبروی حرمت و اعتبار ندارد، در اون جامعه حکومت به بطلاق عقب ماندگی دولت ملت غوطیده رفتن میگیرد. نمیخیر. حالا ببینید، اگر نمونه پیشرفتگی در ساحه معارف را جهان در کشور ژاپن دیده است، نمونه به بطلاق غوطیدگی، به بطلاق عقب ماندگی غوطیدگی را می شود در تاجیکستان دید. حالا ببینید، همین شب روز جامعه کشور این به بطلاق غوطیدن ها، به بطلاق عقب ماندگی غوطیدن ها و این عقب ماندگی ها را مشاهده کرده است و کم کم از آن حرف میزند. اما با اطمینان میتوان گفت که در آینده جهانیان نمونه افت و رکود همه جانبه یک کشور، جامعه و ملت را در مثال تاجیکستان خواهند آموخت. همان گونه که برعکسش را در نمونه ژاپن می آموزند. تماشاگران عزیز، دقت دهید. معاش معلم تاجیک از معاش فراش ها در 90% کشورهای جهان کمتر است. معاش معلم تاجیک در 90% کشورهای جهان، فراش ها، پالشویک ها از معلم تاجیک معاششان بلندتر است. حتی از معاش فراشان برخی ساحه ها در خود تاجیکستان. برای مثال، فراشان یعنی پالشویک های ساحه بانکداری و بخش خصوصی بیزنس های موفق در تاجیکستان معاششان از معاش معلمان تاجیکستان بیشتر است. با وجود آن که امام علی رحمان در هر حساباتش، در هر پیامش از بیش از 100 برابر بالا بردن معاش معلم در زمان حکومتش لاف میزند، معاش معلم تاجیک برای تامین زندگی حتی یک نفر کافی نیست، چی رسد برای تامین یک عائله. همین روزها چی میگن؟ کرمان رسخات. هم کیسه پولیش نمیشود. نتیجه چی میشود؟ معلم مجبور میشود یا ترک کسب و حتی ترک کشور کند یا راههای درآمدی علاوگی را جستجو کند. راههای درآمدی علاوگی. این سطح معاش باعث شده است هر معلمی که امکانی پیدا کردن کار در ساحه دیگر یا رفتن به مهاجرت مهنتی را دارد، از آموزگاری دست کشد. همین معلم میبیند درس داده ایستاده است، معاش ناچیز، برابری معاش فراش. یک نفر یک بیزنس پیشنهاد میکند، یک کار دیگر پیشنهاد میکند، ساختمان پیشنهاد میکند یا هر کار دیگر، حتی تاکسیگی که درآمد وی از درآمد معلم بیشتر است، معلم مجبور است کسبش را ترک کند. چون که در او خانه خودش تنها نیست، چند فرزند دارد، خودش تربیه‌گر است،
در خانه خودش چند تربیه گیرنده دارد. پیش از همه آنها باید تربیه گیرند، شکمشان سیر باشد. در اصل آنهایی که هنری پیدا کردن کار در ساحه دیگر از جمله تجارت را دارند و آنهایی که به معاش کم نیمگرسنگی مراسا کردن نمیتوانند، افرادی خودشناس، پیشرفته و موفق هستند که در نتیجه مکتب‌ها از چنین معلمان محروم میشوند. در مکتب‌ها وقتی که این گونه شخصان میروند، سه گروهی معلمان باقی میمانند. آنهایی که به کسبشان صادقند و میدانند که ترک آموزگاری کردنشان به معارف کشور و مردم ضرری جبران ناپذیر میرساند و با وجود سختی ها به اجرای مسئولیتشان ادامه میدهند. دوم، آنهایی که بجز آموزگاری هیچ هنری دیگری ندارند و از تغییر کسب و کار می‌هراسند و با درآمد کم قناعت میکنند. همین معاش دولت میدادگی. سوم، نفرانی که به حلال و حرامی درآمدشان اعتبار نمیدهند. حلال است، حرام است، از لیوی آمدگی، از پراوی آمدگی، از چپ از راست فرق نمیکنند. کوشش میکنند در مکتب کار کنند، به همون معاش رو گیرند، کمبودی معاش را از حساب پول طلبی با هر بهانه از خوانندگانشان میپوشانند. کارهای دیگر هم هست که پول چکیده میشد. به این چشمی آنهایی میرسد که حلال را از حرام فرق کرده نمیتونند. برایشان فرق نه، فقط پول بیاید شد. حالا درباره گروه اولی که گفتم، بیشتر معلمان سال دیده و سال خورده و دانشمند وارد می شوند که شمارشان سال تا سال کمتر می شود و به حساب میانه شاید به هر مکتب یک نفری هم راست نبیاید. دقت دهید تماشابینان عزیز. ان همین مسئله باعث شده است که سطح دانش و آموزش در مکتب ها سال تا سال پایین تر می رود. گروه دومی که ذکر کردم تماشابینان عزیز، هرچند گاه آموزگاران خوب هم هستند اما همیشه نیم گرسنه اند. نیم گرسنه. خانواده اشان از نارسایی پول در عذاب است. لباس هایشان از لباسی فراشان فرق ندارد و گاه پستر هم هست. اعتماد به نفس، به خود باور کردن در آنها دیده نمی شود. خیلی کم است و همیشه در فکری از کجا پیدا کردن مبلغ برای شکم فرزندانشان هستند. به زردآلوزار مردم رفته زردآلو چینی میکنند. به پخته‌زاری مردم رفته پخته چینی میکنند با اهل عائلهشان. کی نبینید معلمی بیچاره بعد درس با همراهی زنش بچه‌اش در استوگی از خونه کسی رو پوشیده ایستاده است، خشتی کسی رو ریخته ایستاده است، همین با همین زندگی گذرانده ایستاده است. این به چی برده میرسوند؟ این باعث می شود که آنها همیشه در یک حالت افسردگی باشند. معلم که در حالت افسردگی زندگی میکند چی می شود نتیجه؟ به سطح تعلیم تاثیرش میرسد؟ میرسد. حتی این تاثیرش جبران ناپذیر است. حالا انکون گروهی سوم، آنهایی که حلال را از حرام فرق نمی کنند، معلمانی هستند. برای آنها فرق ندارد، حلال است حرام است پول بیاید شد. معاش کم است، جای کار هست، تمام. از دیگه جا چند جاها است که وای معلمای گرنگ نمیفهمد این چیزها. زده پول گرفته کار کردن ممکن است. گروه سوم کارچلان های تنبلی هستند که
مکتب را به منبع درآمد خود تبدیل داده هستند و از هر قدم خواننده پول به دست میارند. پول. اما هرچند کورچلان هستند، تنبلیشان باعث شده است که در مکتب باقی مانند و با درآمدی نسبتاً کم قناعت کنند. به این گروه که متاسفانه بزرگترین در همه مکتب هاست و بیش از نیم معلمان را تشکیل می دهد، بیشتر آنهای شامل هستند که دانشگاه ها را با مشکل و پرداخت رشوه تمام کردند یا اصلا دیپلم هایشان را خریدند. سطح دانشی آنها از سطح دانش خواننده صنف 8 مکتب در 20 سال پیش بالاتر نیست. این زمره معلمان کمترین اعتنای به تعلیم و تدریس ندارند و هدفشان از کار در مکتب تنها به دست آوردن پول است. یعنی مکتب جای درآمد است. درست است که به مکتب معلم می رود، تعلیم می دهد، معاش به دست می آورد، اما اینها از تعلیم و تدریس پول به دست نمی بیارند از معاشی که برای معلم داده می شود. اینها چپ و راست مکتب را می بینند که در کجایش پول کندن ممکن است. برای اینها مهم نیست آن پول حرام است یا حلال، با زور به دست آمده است یا گدایی، از ثروتمند ستانیده شده است یا از یک فقیر بیچاره، فرق ندارد. گور سوزد و دیگ جوشد برای این زمره معلمان. حالا گفتیم که این زمره معلمان به سطح دانش خوانندگان اهمیت نمیدهند. تماشابینان عزیز، بحث سطح تعلیم در مکتب ها و سطح دانش معلمان خوانندگان یک بحث بزرگ است. شاید چند کتاب شود. حالا از موضوع کمتر دورتر رفتیم به فکرم. موضوع امروزه ما رشوه است. رشوه، پاره‌خوری. با همین مثالی که حاضر آوردم اکتفا میکنیم و به مسئله برمیگردیم. انا همین رشوه‌خواری، پاره‌گیری معلمان به سطح دانش و تعلیم به صفت تعلیم اهمیت نداده، فقط از گرد چارش به پولکنی آواره بودن معلمان مصیبت سطح ملی است که کشور را به سطح عقب مانده ترین کشورهای جهان فراورده، بیش از 2.5 میلیون نفر را در بدر، مهاجر، مردکار، تروریست کرده است. انا همین چیز برمیگردد به رشوه‌خواری در سطح عالی که باعث شده است تا آخرین زینه را رشوه‌خوار دزد کند و معلم را به دزد و رشوه‌خور و غلام تبدیل دهد. نه؟ دلیل میخواهید؟ نورالدین سعید را به یاد بیارید. وزیر معارف بود که به ما معلومات رسیده بود، معلومات معتمد. برای گرفتن وظیفه وزیر معارف نورالدین سعید 3 میلیون دلار رشوه دادگی. 3 میلیون دلار. اما چرا یک نفر برای وزیر شدن اینقدر پول پرداخت میکند؟ برای آن که میداند این پول را 10 کرته برمیگرداند. 10 کرته. و رشوه هم به همان 2 میلیون و 3 میلیون تمام نمی شود. در دوام فعالیتش نیست هر زمان معین شده مبلغ‌های هنگفته از درآمدهایش به بالا انتقال می دهد. بالا.
فهمیدیم ما بالا در تاجیکستان کی است. اما 3 میلیون داده وزیر شده است. باز با بالا دستاویز میلیون دستاویز گسیل کرده می شده است. درآمد این وزیر از کجاست؟ اولین درآمد وزیر از غارت بودجه است که سیستم غارتش هم تعیین است. ببینید وزارت مالیه بودجه را بین ساختارها تقسیم میکند. وزارت مالیه بودجه را تقسیم میکند بین ساختارها. فکر نکنید که متخصصان وزارت میشینند و از روی نیاز و طلبات ساختارها آن را تقسیم میکنند. نه. هر ساختار برای گرفتن مبلغ هرچی بیشتری بودجه به وزارت مالیه پاره میدهد. برای مثال دقت دهید، تماشابینان عزیز دقت دهید، به معارف، به ساحه معارف در سال 2020 سال گذشته 789 میلیون سومانی جدا شد. در یادتان دارید 789 میلیون سومانی. برای آنکه همین مبلغ را به معارف اختصاص دهند 500 یا 600 میلیون را وزیر معارف به همتای مالیویش مثلا 20 میلیون وعده میکند. 20 میلیون وعده میکند. برای آنکه دریابیم وزیر معارف این پول را از کجا گرفته به وزیر مالیه میدهد، به تقسیم این پول در داخل خود وزارت معارف نظر میکنیم. اهمیت دید. معلومات کسبی 481 میلیون و 100 هزار سومانی، معلومات عمومی 195 میلیون سومانی، جمع دقت دهید 676 میلیون و 100 هزار سومانی. باقی مانده پول کجا شد؟ اون در خراجات بودجه میدونید چه خیلی نشان داده شده است؟ برای فعالیت های دیگر. فعالیت های دیگرش چیه؟ برای این فعالیت های دیگر که چی فعالیت بودنش را غیر وزیر معارف و دو سه هم تیمش کماندهش کسی نمیداند 113 میلیون سومانی جدا کرده شده است. همین 113 میلیون درآمد اساسی وزیر و دیگر پاره‌خوران سطح عالی معارف را تامین میکند. فهمیدید تماشابینان عزیز؟ اکنون درآمد دیگری وزیر معارف جمع آوری حق شروع از رکتورهای دانشگاه ها تا مدیران معارفی ناحیه ها هست که آنها در نوبت خود این حق را از رهبران مکتب ها جمع میکنند. از دیرکتوران مکتب. دیرکتوری مکتب ها معلمان را وظیفه دار میکنند به پرداخت مبلغ معین وظیفه دار شوند و دیرکتور معلمان را وظیفه دار میکند، معلمان خوانندگان رفته پدر و مادرشان را. همین خیل از پدر و مادر به خواننده، از خواننده به معلم، از معلم به دیرکتور مکتب، از دیرکتور مکتب به مدیر معارف ناحیه، از مدیر معارف ناحیه. همین خیل برآمده میرد. حق تا بالا برآمده میرد تا دست وزیر، سانی از وزیر به بالای بالا. آنه که وزیر رو به این کرسی شنانده است. حجم پولهایی که از پدر و مادر خوانندگان مکتب و دانشجویان ستانیده می شود چند برابری بودجه است که به ساحه معارف جدا می شود. فهمیده شدید؟ از همین بودجه یکی به ساحه معارف جدا شده است چند برابر زیاد است. اکنون در عموم این مبلغ می تواند معلمان را مثل یپانیا با معاش وزیری و حتی بیشتر از آن تامین نماید و با استفاده از تجربه یپانیا
کشور را به رشد با سرعت موفق سازد. حالا برگردیم به سرشوی پاره رشوه‌خوری. نورالدین سعید آن 3 میلیون دلار را به کی داد و به این منصب آمده شیشته بود؟ به برادر مرحوم رئیس جمهور نورالدین رحمان. همون نورالدین رحمان بود که در برایش در سیسی 16 شورای عالی امام علی رحمان در برآمدش گفته بود یک برادر دارم، تراکتورچی از تراکتورچی میماند. این همون است. یادتان هست شخص تاریخی که تا مردنش تراکتورچیگیش چی بود میدونید؟ منصب روغندار کشور را فروختن. همه منصب ها رو همه میفروخت. فکر میکنید نورالدین رحمان 3 میلیون را به کیسه زد و از دادرش خواهش کرد که این همنامش را وزیر تعیین کند؟ نه آخر. آن پولها محض به کیسه امام علی رحمان می روند. حق برادرش شاید از 20% بیشتر نباشد. همه این مبلغ هایی که نورالدین سعید و دیگر وزیران در دوام فعالیتشان چون حق بالا پرداخت میکنند به همان کیسه می رود. یک کیسه. رئیس جمهوری تاجیکستان تنها به خاطر آن که چند میلیون دلار رشوه دریافت کند وزارت معارف را به فساد زده ترین نهاد کشور تبدیل داده است. حجم همه رشوه هایی که در این ساحه جمع می شوند چند میلیارد دلار بیش نیست. شاید 2-3 میلیارد دلار باشد. اما ضرری تنها اقتصادی این خیانت به دهها و در دراز مدت صدها میلیارد دلار میرسد. ضرری معنوی، ضرری روانی و غیره و هاکذا که هیچ نرخ و جبرانی ندارد. میفهمید تماشابینان عزیز؟ اینها کشور را به چه حال آورده رساندند؟ تماشابینان عزیز، این بود برنامه امروزه دیدگاه. امیدوارم پسند شما شده است. برنامه‌های دیگر ما را در شبکه یوتیوبی پیام تیوی، در تلویزیون ماهواره پیام تیوی و در رادیوی پیام پیگیری کنید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.